وای من دیگه خسته شدم. ببین من شنیدم توی اندونزی یه جادوگری هست به نام تورابیکا که توی کوه آتشفشان زندگی میکنه. خب میسوزه که؟ خب بسوزه دوباره از اول دیگه. ببین این یه پودری داره که اگه اینو بخوری هیچ وقت خسته نمیشی. واقعا؟ و آنها روزها و شبها مسیر را طی کردند تا کجا؟ مرزه ها ویزا. چطور تو فیلم‌ها از قاهره به شام میرفتن ویزا نمیخواست، الان دیگه پول شامو ازشون میگیرن. ببینید ما میخوایم بریم اندونزی. ببینم نکنه شما دنبال پودر تورابیکا هستین؟ آری خب اگه منم ببرید میذارم رد بشین. قبوله. و آنها روزها و شبها در زندان بودند چون یارو خودش سر و صف بود. آهای شما دنبال پودر تورابیکایی؟ آری من از زندان میبرمتون به شرطی که منم ببری. ای بابا یه پود خواستیم بخوریم ما. خب طبق نقشه تورابیکا همینجاست. از من چه میخواهی؟ ای تورابیکا ما خسته ایم. خسته نباشی. نه به ما گفتن شما یه پودر کاپوچینو دارید که کافئینش هوشیاری و انرژی رو به شدت بالا میبره و برای مصرف روزانه فوق العاده است. خب از سوپرمارکت کاپوچینوی تورابیکا میگرفتید؟ داش؟ بله. آی این سوختش. شک گیم اوور شد. کاپوچینو تورابیکا.